کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 28 فوریه به توجه شهروندان و مهمانان کشور می‌رساند که بر اثر برف و باران گذشته و بارش‌های آینده در قطعه‌های کوهی راه‌های ماشینگرد ناحیه‌های تابع جمهوری اینچنین در ناحیه‌های غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان خطر فرآمدن ترمه و ریزش سنگ باقی می‌ماند. در رابطه با این کمیته از شهروندان و مهمانان جمهوری خواهش می‌کند که در این روزها تا حد امکان از سفر از مناطق آسیب‌پذیر و منطقه‌های خطرناک اینچنین از چراندن چاروا، جمع‌آوری هیزم، ماهیداری و شکار خودداری نمایند. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده توصیه می‌دهد که واسطه‌های نقلیات برای حرکت در شرایط یخبندی با تجهیزات ضروری تامین کرده شده، قاعده‌های حرکت در راه رعایت کرده شوند و در راه‌ها هنگام گذشتن از منطقه‌های لغزش ترمه فاصله بین ماشین‌ها را قطعاً رعایت کنند. کمیته از ساکنان ناحیه‌های کوهی و نزد کوهی خواهش می‌کند هوشیار باشند، بیش از هر وقت دیگر قاعده‌های ضد سوختار را رعایت نمایند. از این پیشتر هم کمیته ایالت‌های فوق‌العاده خبر داده بود که بر اثر گرمای روزهای آخر و بارش‌های شدید احتمال لغزش ترمه در قطارکوه‌های ایثار همچنین راه‌های ماشینگرد دوشنبه خاروغ، دوشنبه خوجند، دوشنبه لخش، خاروغ مرغاب و خاروغ اشکاشم زیاد است.